خونه که میلیون ها بار از دل جلال‌الدین شکوروف گذشته است. از این بعد شاید در تپیدن قلبی کسی دیگر کمک کند. меспорум ки барои ёру бародар хамбағал чӣ хеле ёхи яке дар кор мешава мегира мезана барои саломатиш ки як каси дигар истифодаш мебарад хони ман. این جوانی باختری تقریباً 7 سال باز دانور خون است. شاید خونش تا حال جان طفل یا مادر او را از مرگ نجات داده است و به سلامت ماندن خودش هم کمک کرده است. меспориш саломатиам ҳам сапорт мегирифт ва ҳис мекунӣ چی میکنه؟ هم چی میکند؟ یعنی در زیاد شدن ذخیره خون در شفاخانه‌های تاجیکستان سهم می‌گذارد. در اینجا در مرکز جمهوری خون در باختر میگویند مثل جلال‌الدین تعداد دونورها در ختلان زیاد شده است. از 5221 نفر خونسپار و پلازماسپار 102 نفرشان دونوران قراردادی، 403 نفرشان دونوران پلازماسپار، 1589 نفرشان دونوران احتیاری و 1718 نفرشان دونوران خیش و تبار و 1409 نفرشان دونوران بریگاد سیار تشکیل می‌کنند. در 5 ماه امسال تعداد دونوران اختیاری 500 کس زیاد شده است، یعنی هر ماه 100 نفر. سببش هم زیاد شدن احتیاج به خون در شفاخانه‌ها و هم افزایش بیماران بوده است که هنگام جراحی خونروی زیاد هنگام تولد یا هنگام جراحت به خون احتیاج پیدا می‌کنند. شیرعلی عبداللهیف را از راهش برگردانده به اینجا آوردند تا در نجات یک دوستش کمک کند. با وجود زیاد شدن تعداد آنهایی که خونشان را خیر می‌کنند، در تاجیکستان هنوز این کار رایج نشده است. از این سبب با گفته سازمان جهانی تندرستی، شفاخانه‌های کشورهای در حال رشد مثل تاجیکستان فوق‌العاده به خون احتیاج دارند. محض به سبب نارسایی خون گاه‌ها طبیبان نمی‌توانند نفری را از چنگ مرگ برمحل نجات دهند. تحقیقات در سالهای پیش نشان داده است که در تاجیکستان از بین هر 1000 نفر فقط 5 کس آماده خون سپردن برای دیگران بوده است که در سطح جهانی رقم بسیار پست است. یکی از سبب‌ها بنا به یک گزارش بانک جهانی از سال 2007 ترس از دادن خون و یا سیرایت شدن به بیماری بوده است. در گزارش آمده است در گذشته در تاجیکستان موردهای سیرایت از خون آلوده به بیماری، نارسایی مسئولیتی بدن و یا زرد پروین هم بوده است. اما عزم‌الدین قطب‌الدینوف مدیر مرکز جمهوری علمی خون در تاجیکستان به خبرگزاری خاور گفته است حالا در تمام مرکزهای سپردن خون تشخیص و معاینه در سطح جهانی صورت می‌گیرد و دانورهای اختیاری هم زیاد می‌شوند. با گفته او حالا در تاجیکستان 60,000 دانور اختیاری ثبت نام شدند که 10,000 نفر بیشتر از سالهای گذشته است.